آقای دکتر بزنبهادر، سوالات استراتژیک و تاکتیکی زیاده و وقت کم. البته که شما به همه امور اشراف دارید. بله، مقام عظما خودشون هم فرمودن که به لحاظ بین‌المللی وضعمون خیلی تاپه، توپم هست. اگه از تحریما و حکم دادگاه اسپانیا و آرژانتین و اینا بگذاریم و این تحریم بانک مرکزی هم که تو دستوره ندیده بگیریم و به هند و چین و کره هم بگیم اون میلیارد پول نفت نوش جونتون باشه و بهار عرب و عجم هم یه جورای زیر سیبیلی رد بکنیم، دیگه چیزی نمیمونه، میرسیم به اوضاع داخلی. ندیده گرفتن وضع برادرمون بشار هم که مفروض آیه که بله. دکتر بزنبهادر، مقام عظما گفتن که تو زمینه داخلی هم اگه از جریانهای انحرافی و فتنه و بحران مرجعیت و یارانه ها و ماهواره و غیر ذالک بگذاریم دیگه چه مشکل داریم؟ پس میشه نتیجه گرفت که دیگه استراتژیست هم لازم نیست و این برنامه هم بیفایده است. به پا رانلی به جای حرف زدن. اخوی کوچیکی دارم که البته قلوب شماست. همه چی رو با دید منفی نگاه میکرد از بچگی. میگم مدرسه رفتن فایده نداره، چون اگه باهوش باشی معلم وقت تو رو تلف میکنه، اگه خنگ باشی تو وقت معلم رو تلف میکنی. مرحوم ابوی همیشه به ایشون میگفتم بزن بهادر کوچولو، تو کی میخوای آدم بشی؟ ایشون هم میگم من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد، آخرم آدم نشد که نشد. آقای دکتر بریم سر سوالات. سرلشکر فیروزآبادی یه نامه داده. بابا این یارو رو مغزش ماسیده، یه بار داشت دولوپی ماهی میخورد، بهش گفتم مواظب باش تیغ داره، گفت اشکالی نداره کفش پامه. از مغز ماسیده این بگذاریم، میریم سراغ یه ماسیده دیگه. رحیم صفوی پیشنهاد کرده دنیا رو تهدید کنیم که اگه به این وضعیت منزوی کردن ما ادامه بدن ما تحریمشون میکنیم و به هیچ کدومشون نفت نمیفروشیم. که اونا ضرر کنن یا خودمون؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، از میکردم بله، میفرمودن که 10 تا شوت رفتن یه هواپیمای خالیه بدون مسافر دزدیدن. بعد گفتن که اگه با خواسته هامون موافقت نکنین ساعتی یکی از خودمون رو میکشیم. آیه دکتر این از وقتی بریده و جپا رفته تو کار فرهنگی اینطوری پپه شده؟ نه خیر، از قبلش هم همینطوری بود. یه بار اون زمونا خصوصی اومد پیشم گفت های دکتر همش فکر میکنم که گاو شدم. گفتم از کی این احساس گاو شدن رو داری؟ گفت از وقتی که گوساله بودم. آیه دکتر این داستان تحریم بانک مرکزی اگه بشه چی میشه؟ همین الانش هند نمیتونه اون 9 میلیارد جیرینگیمونو بده، چین هم که بهش اضافه شده، تازه معلوم شده 5 میلیارد هم دست کره داریم. تازه نمیخواد اینقدر شلوغش کنی دیگه. حواست باشه کسی که زبونش دراز باشه عمرش کوتاه میشه. کره و چین رو با هم یک کشور حساب می‌کنیم. بله کلا اون طرفای چشم بادومیه رو من کلا به شم استراتژیکیت. بله کوچیک آقایون تشویق دوستان ما رو به اینجا رسوند. تو خودتو گم کردی. لوس بیمزه. داشتم میگفتم قبل از اینکه پا برنه به پری وسط گود استراتژیکی. چشم بادومیه رو با هم سرجم یک کشور حساب میکنیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، از اون چرا بله میفهمودن که رفیقشون تو ژاپن رانندگی تاکسی میکرده، هر کی دست بلند میکرد سوار بشه بهش میگم ناکس اذیت نکن تو رو که همین الان رسوندم. آیه دکتر بزنبهادر توی این وضعیت داغون دیپلماتیکی که داریم وزیر خارجه باید عین سیر و سرکه بجوشه، فعالیت کنه، اینور اونور بره، حرف بزنه و مصاحبه کنه، رنگ سفید برداره بریزه رو چهره نظام تو سطح جهانی. ولی این صالحی بیحال مریضه، چشه که هیچ تحرکی نداره. اینور اونور نرفتنش مال اینه که اسمش تو چند جای ناجور تو این لیستای ناجور هست، اگه بره میگیرنش، ولی حرف زدنش رهنمود استراتژیکی خودمه. بهش گفتم که بزرگترین خدمتی که میتونی به نظام بکنی همینه که زیپ دهنتو محکم ببندی. درسته که وقتی دهنتو ببندی همه خیال میکنن که احمقی که هیچ حرفی نداری بزنی، ولی بهتر از اینه که دهنتو باز کنی که همه مطمئن بشن که احمقی. حالا یه سوال استراتژیکی ازت میکنم، اون چیه که چشم داره ولی نمیبینه، پا داره ولی راه نمیره، بال داره ولی پرواز نمیکنه؟ نمیدونم. گنجش که مرده. روشن شد یا همچی بزنم که هم بال پرت بریزه هم چش و چالت در بیاد. گفت این گنجش که مرده آیه دکتر بزنبهادر یاد یک استراتژیست دوزاری افتادم با نام مستعار مجل. محمد جواد لاریجانی که به خاطر تنگی قافیه گفته مجل ولی خداییش مچله. گفته برای که تو مجامع بین المللی ما و برادر بشار رو سکه یه پول نکنن
اصلا تو هیچ مجمعی شرکت نکنیم. چی میشه مگه؟ تو سازمان ملل دلشون برام تنگ میشه که دنبالمون بگردن. اولا به این مجل بگو زیاد فکر نکنه، مغزش عادت نداره رگ به رگ میشه. این پیغام مهم رو به اون دوتا داداش مشنگ دیگه‌ش هم عین استادم برسونه. راه حلش هم بخوره تو سرش با این راه حل دادنش. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، هر میکردن بله، میفرمودن که مشنگ رفت گفتش که مضرات سیگار رو توی یه مجله خوندم خیلی ترسیدم. گفتن پس دیگه سیگار نمیکشی؟ گفت نه دیگه مجله نمیخونم. روشن شد یا همچین بزنم که سواد مجله خونیدم. نه دکتر نه روشن نشد، همینجور داره پت پت میکنه. ماشینی که پت پت میکنه مال اینه که شباش دود زدم. یعنی باید عوضشون کنی؟ نه خیر، پس باید فوتشون کنی تا 100 سال زنده باشن. روشن شد یا هنوز نشده؟ الان روشن شد آقای دکتر، ولی چرا همش باید قیمت روشن شدن رو من بدم؟ از کتکول افتاد. قیمت روشن شدن رو من دارم میدم، دارم از این طرف و اون طرف مطلب میارم که بکنم تو این کله تو تازه یه چیزا طلبکاری. آره دکتر بزن بادو یه تکونه برای که یه حول استراتژیکی تو بنا بود من رو استراتژیست بکنی بشیم جانشین خودت، ولی تو هر روز میای اینجا مقام عضو رو میکنی سکه یک پول. تو آخه اومدی مسئله استراتژیکی از مقام عضو حل کنی یا اونو بندازی پیک شادی در فیسبوک. با مراجعه به صفحه پیک شادی در فیسبوک به طنزهای پیک شادی دسترسی پیدا کنید.